أينما كنا أينما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبیر. سوره العادیات. در این سوره الله تعالی به یکی از مخلوقات بسیار با ارزشش قسم یاد میکنه، مخلوقی که انسان زیاد از او استفاده میکنه، زیاد بهره میبرد و همچنان حالت انسان بیان میکنه که انسان بسیار زیاد مخلوقی ناشکر و ناسپاس است و همچنان حالت آخرت و آنچه که در او روز بالای انسان پیش میشه ایره فراموش کرده و همچنان پروردگار خدا فراموش کرده که به تمام احوال انسان دانا هست، آگاه هست، لکن انسان باز هم پند نمیگیره. می فرماید والعادیات ضبحا. العادیات صفت از برای موصوف محذوف و این موصوف محذوف علما دو چیز بیان میکنه، یکی الخیل یعنی اسبها و دوم هم الابل شترها. العادیات ماخوذی از عادیه یا عدو. عدو گفته میشه تیز رفتاری را و اینجا راجح همیست که مراد از عادیات اسب است و این صفت هایی که اینجا ذکر میشه به اسب زیاد برمیخوره و مناسب حالی اسب است. والعادیات ضبحا و قسم است به اسبانی بسیار تیز رفتار، زیاد دونده. ضبحا که آواز خاصی را بیرون میکنه، در وقتی تیز رفتاریشان از سینهشان آواز خاصی بیرون میشه. یا بعضی ها گفتن ضبحا در حالتی تیز رفتاری آواز خاصی از سنبه هایشان بیرون میکنن، به خصوص سری زمین بسیار سخت که بروند، همون نعلی اسب با زمین که تصادم کنه یک قسم آواز خاصی میده. یا قسم است به شترانی که تیز رفتار هستند یا میروند از عرفات به طرف مزدلفه. بعضی های قسم ترجمه کردن، راجح ترجمه اول است، اگرچند هر دو ترجمه از سلف نقل است. و الضبح ضبیح آوازی اسب گفته میشه و تیز رفتاری، در تیز رفتاری اسب معروف است و از جمله مخلوقاتی که بسیار مسافه دوره در اندکترین وقت قطع میکنه و باز بخصوص در هنگام جهاد هجوم بالای دشمن. فالموریات قدحا قسم به اسبانی که بیرون کننده آتش هستند به ذریعه سنبشان. قدحا وقتی که سنبشان تصادم کنه با سنگی. قدح گفته میشه تصادمی امو سنب اسب با سنگی. وقتی که اسب سنبش با سنگی تصادم کنه یک قسم جرقه آتش بیرون میکنه. فالموریات قسم به اسبانی که بیرون کننده جرقه آتش هستند. در کدام وقت؟
قدحا وقتی که سنبشان تصادم میکنه با سنگی. فالمغیرات صبحا، قسم به اسبانی که حمله آور هستند، هجوم کننده هستند. مغیرات از اغاره گرفته شده. صبحا، هنگام صبح. اسبانی که در هنگام صبح بالای دشمن حمله آور هستند و غالبا عادتی مردم عرب و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت شانی بود که در هنگام صبح بالای دشمن هجوم می آوردن، حمله می کردن، چون در این وقت دشمن غافل است و آمادگی درست نداره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در اطراف میخواستند بالای قریه یا منطقه حمله کنند، در اطرافی از او شب تیر میکردن. هنگام صبح میشنیدن که اگر آوازی اذان از این قریه بلند میشد، باز بالایشان حمله نمیکردن. اگر آوازی اذان بلند نمیشد، باز بالایشان حمله میکردن. قسم به اسبانی که حمله آور هستند، حمله کننده، هجوم کننده هستند بالای دشمن در وقت صبح. فاثرن به نقعا، پس بلند کننده هستند. اثرن، بلند میکنن امی اسبا. به بذریعه می دویدنشان. به اشاره، ضمیری اشاره به می دویدنشان. به می دویدنشان بلند کننده هستند، بلند میکنن. نقعا، غبار را. نقع گفته میشه غباره، یعنی در هنگام تیز رفتاری وقتی که بسیار به سرعت می روند، با ذریعه پای خود غبار بلند میکنه و غبار از همون تیز رفتاری بلند میشه. خاک. فوسطن به جمعا، پس قرار میگیره امی اسبها در وسط دشمن، در وسط جماعت دشمن. فوسطن، پس در وسط قرار میگیره به بمی دویدنش. جمعا، در وسط جماعتی از دشمن، یعنی بمی تیز رفتاری میره صف دشمن پاره میکنه، در وسط صف دشمن قرار میگیره، صفی از اونها را پاره میکنه. و حقیقتا اسب بسیار مخلوق دوست داشتنی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الخیل معقود فی نواصیه الخیر، اسب در پیشانیش خیر بسته شده و انسان در بسیار کارهای خیر، کارهای بسیار پسندیده اسب استفاده میکنه. در جهاد، در راه الله تعالی، کارهای سواری از جای به جای دیگری میرود. و اصلا بعضی انسانهایی که از اسبها استفاده غلط میکنن. پس الله تعالی به این مخلوقی نهایت پسندیده و مخلوقی کثیر النفع قسم یاد میکنه. و مقسم علیه جواب قسم چی است؟ ان الانسان لربه لکنود، یعنی قسم بر ازی یاد میکنه که انسان بسیار زیاد، انسان برای پروردگارش ناشکر است. ناشکری انسان در بسیاری از چیزهاست. در حالتی که الله تعالی نعمت برش آماده کنه، ارزانی کنه، و دی حالت هم ناشکر است، و همچنان در حالتی که از نعمت محروم شود و الله تعالی نعمت از پیشش بگیرد، دی حالت هم انسان بسیار ناشکر است. ان الانسان، یقینا انسان، لربه، بری پروردگارش، لکنود، ناشکر است، ناسپاس است. از نعمت محروم شود، میگن اعتراض میکنه بالای پروردگار به جز من کسی دیگری ندیده، یعنی به جز من کسی دیگری از این نعمت محروم نمیشه، من همیشه باید فقیر بوده باشم. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که بدی به انسان برسه، نعمت از پیشش گرفته شوه، جزوعا، سر و صداش بلند میشه. بسیار زیاد بعضی انسان هاییست که حتی کفر میگن.
و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی که مال برش برسه در اون وقت باز میبینی که نوع دیگری ناسپاسی داره، این مال در راه الله مصرف نمیکنه، انفاق نمیکنه و تکبر میکنه. صفت انسان در بسیاری از سوره ها ذکر شده که انسان قتور است، بخیل است، انسان حاسد است، انسان منع کننده خیر است. البته اینجا جنس انسان ها را مراد است، مراد جنس انسان ها، و در این انسان ها مردمی هستند که در استثناء قرار دارند، الا المصلین در سوره معارج می آید، و کسانی که ایمان آوردن، اعمال صالح انجام دادن و مالی را که الله برشان میدهد در راه الله انفاق میکنن، اگر از مال محروم شدن باز صبر دارن، در همه حالت شکرگزاری پروردگار هستند، در حالتی که از نعمت محروم شوند و همچنان در حالتی که نعمت برشان داده شود و این نعمت ها را تمام شب پروردگار نسبت میدهند. و انه علی ذلک لشهید، و امی انسان به می کفران و ناسپاسیش لشهید گواه است، خودش گواهی میده، حرکاتش، اقوالش، افعالش گواهی میده که انسان ناسپاس است. یا اینکه ضمیر هو، انه ضمیر هو اشاره به پروردگار رب، و انه یقینا امی پروردگار علی ذلک به می ناسپاسی انسان لشهید گواه است. و این نوع تهدید است بر انسان، انسان از کفران و ناسپاسی باز بیاید، ورنه الله تعالی تمام حرکات انسان، تمام افعال انسان، تمام اقوال انسان مراقب است و الله به اینا همه گواه است. و انه لحب الخیر لشدید، و یقینا امی انسان لحب الخیر بسیار دوست دارد، الخیر مال را، لشدید بسیار زیاد محبت کننده است به می مال. یعنی انسان نهایت مال، زندگی را، پول و سرمایه را، ایره بسیار زیاد دوست دارد. یا لشدید مراد انسان بسیار بخیل است، همراه مال محبت داره و در همین مال بسیار زیاد بخیل است، هیچ انفاق ندارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، این استفهام انکاری است، یعنی نباید انسان خدا فراموش کنه و حالتی بعد از مرگ فراموش کند، و به خصوص انسان بخیل، انسان ناسپاس. افلا یعلم، آیا نمیداند انسان ناسپاس، ناشکر، اذا بعثر ما فی القبور، وقتی که برانگیخته شود ما فی القبور، آنچه که در داخل قبرها هست، یعنی انسانها دوباره زنده کرده شوند از قبرهایشان. و حصل ما فی الصدور، و آشکار کرده شود آنچه که در سینه هاست. یعنی انسان باید این حالت در یاد آورده از این ناسپاسی و کفران نعمت باز بیاید. انسان اخیر مسیرش به طرف پروردگار است، اونجا نزد پروردگار رفته حساب و کتاب می‌دهد و هر آنچه اعمال خوب و بدی که داشته باشه نزد پروردگار و اعمال جزایش می‌بینه. پس وقتی که نزد پروردگار میریم حساب و کتاب میشیم از این اعمال و از این مال و زندگی و سرمایه و عمر، باید بنی پروردگار زیاد شکرگزار بوده باشیم، ایمان بیاریم، اعمال صالحه انجام بدهیم، در راه الله تعالی مالی را که برای ما داده انعام کرده در راه الله تعالی مصرف کنیم. و حصل ما فی الصدور اشاره به است که انسان به تمامی آنچه که در قلب داره، در قلب پنهان کرده در دنیا، نزد پروردگار چیزی از این مخفی نمیماند. یوم تبلی السرائر، دو روز همه نیت‌های فاسد و همچنان نیت‌های خیر هیچ یک از این پوشیده نمیماند. کسی که در راه الله انفاق کرده و هدفش رضایت پروردگار است، خوشنود ساختن پروردگار است، کامیابی روز قیامت است، کسی دیگری را خبر نمیکنه، مردم نشان نمیده، نام و نشان کسب نمیکنه،
نیتی از در او روز الله تعالی آشکار میکنه و جزا و بدله خوبی برش میده. و همچنان شخصی دیگری نیت فاسد داره، تعظیم غیر الله داره و در نیتش فساد است و امین نیت یزیر انسانها در دنیا نمیدانند، لکن در او روز الله تعالی نیت فاسد یزیر آشکار میکنه. الله تعالی ما را از جمله بندگان صالح و نیکش بگردانه و نیتی ما را خالص بری پروردگار بگردانه. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقینا پروردگارشان بهم به حالتی از اینها، یومئذ دمی روز، در امی روزی که انسانها از قبرها دوباره برانگیخته میشن و همچنان آنچه که در ضمیرها و دلها پنهان است آشکار کرده میشه. دمی روز پروردگار لخبیر، به حالتی از اینها بسیار دانا و آگاه است، همه حالت ظاهری و باطنی از اینها را بهتر میدانه. الله در همه حالات، در هر وقتی، در دنیا و آخرت آگاه است و تمام بندگانش. البته اینجا نوعی تهدید است که انسان، و نوعی تهدید و ترغیب هر دو، یعنی تهدید به ایسه که انسان کارهای خیر، از کارهای شر باز بیاید و الله تعالی به این آگاه است، مطلع است، میدانه که این انسان انسانی فاسد است، نیت فاسد داره، اعمال شر و بدی را انجام میدهد و به این الله تعالی آگاه است. و همچنان نوعی ترغیب است به این که انسان در دنیا کارهای خیری را انجام بده و الله تعالی به این کارهای خیری از این آگاه است، دانا است و در روز مجازات میدهد و جزای خوبی برش میدهد. و صلی الله وسلم علی نبینا محمد، الحمد لله رب العالمین.